ساختمان بینای تعلیمی زمانوی عبارت از 9 آشیانه در موضع خرمشهر دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов آغاز گردید. بینای نوی تعلیمی عبارت از 144 صنفخانه بوده برای 4000 دانشجو پیش بینی شده است. برای آغاز کارهای ساختمانی در این موضع چند پیش از جانب رهبری دولت و حکومت سنگ اساس گذاشته شده. طبق نقشه این انشاءات جشنی در عرفه 35 سالگی جشن استقلال دولتی مورد استفاده قرار میگیرد. در این باره رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов پروفسور عثمانزاده ایوب اسلام ضمن نشست خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داده با لایحه انگاری انشاءاتی ساخته شونده از نزدیک آشنا نمود. خدمت اساسی خرمشهر باقی میماند، فقط یک قسمتی طرف راستش همین مجلسگاه بنا میگردد. بعض همین در بین بینای استقامتی نوآشیانه چکر که در بالا گفتیم بینای نوآشیانه 16 ارتجاع علاوگی برای علوم استادان و کارمندان ساخته به استفاده داده می شود. بعد همین ما گفتیم که در شرکت انام بینای 16 ارتجاع بخشی کودکانه برای همین استادان و کارمندان ثانی 5 تا برآمدگاه میشن 4 تا لیفت نقص میگردد. تگه انمی بینای یکم به هم کتابخانه میشه هم مرکزی تستی. تگه این مجلسگاه به آثارخانه دانشگاه. در جریان کار نشست رکتور مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов عثمانزاده ایوب اسلام دایر به سمت‌های مختلف فعالیت دانشگاه دوام نیمساله اول سال 2022 حساب داده قید نمود که در پرتو دستور پرزیدنت کشور معاش کارمندان و استادان دانشگاه از حساب بودجت دولتی از ماه ایول 20% و از حساب صورت حساب دانشگاه شروع از ماه سپتامبر باز 20% دیگر زیاد کرده می شود. اینچنین برای دستگیری و هوسمندگردانی استادان و کارمندان دانشگاه بنیاد خانه استقامتی بلند آشیانه به نقشه گرفته شده است. همزمان بخشیده به 25 سالگی رنگزادسی سازمان عمومی استادیس و وزارت ملی به اندازه 300 سازمانی به استادان و کارمندان مکافات پولی داده شد و چهری که شما آگاهی دارید با نظرداشت فراهم آمدن شرایط مولوی دانشگاه ما تصمیم گرفتیم که در نقد بینای نوآشیانه خرمشهر بینای استقامتی 16 آشیانه و استادان و کارمندان رو مورد استفاده قرار دهیم. همزمان در شرکت آن باغچه کودکان نیز به نقشه گرفته شده است. ما حرکت میکنیم که با فراهم آمدن این شرایط مولوی این کارها رو دوره به دوره مرحله به مرحله به انجام رسانیم. اقدام دیگری که رهبری دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов میخواهند از سال نو خوانش در همه فاکولته‌های دانشگاه در عمل تطبیق نمایند این تشکیل گروه‌های تحصیلاتشان با زبان روسی و انگلیسی میباشد که الحال هیئت کارمندان در این سمت آمادگی میبینند. در نظر است که از سال خوانشی نو حتما نه تنها در فاکولته فیلولوژی تاریخ استاد ژورنالیستیک گروهی روسی عمل میکنند. ما تصمیم گرفتیم که در تمام فاکولته‌ها 2 گروه روسی حتما از جمله 1 گروه انگلیسی باید عمل کنند. در قسمت دوم نشست از جانب روزنامه‌نگاران دایر به روندهای فعالیت دانشگاه، صفت تحصیلات، نتیجه‌های سسی تابستانه، جلب دانشجویان ختم کنندگان به صف ارتش ملی، عامل‌های اخراج شدن دانشجویان، شرایط بود و باش دانشجویان طبق کوت پرزیدنتی تحصیل کننده در خوابگاه، تحصیل دانشجویان خارجی، همکاری مشترک و شرطنامه‌های همکاری دانشگاه با مؤسسه‌های عالی کشورهای خارجی و دیگر پهلوهای روندهای فعالیت دانشگاه سوال‌ها منظور گردید که بابت آن در گزارش‌های نوبتی خویش معلوماتی بیشتر خواهیم داد. گزارش فرزانه هادیبویeva و ولیجان دوستماتov، آسیا.